الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الله ذوالجلال در این آیه کریمه فرمود و بترسید از آن فتنه، از آن گناه و معصیتی که فقط اون انسان هایی که این گناه و معصیت را انجام می دهد فقط آنها را در بر نمی گیرد. انسان وقتی که یک کاری منکر را دید، حدیثی هست که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. هر انسانی که هر مسلمانی که یک کاری منکر را دید، به دستش اون را باز دارد. اگر به دست قدرت ندارد، به زبان بگوید که همین کاری شنیع و کاری پست و کاری قبیح را انجام نده. اگر به این هم قدرت ندارد، به قلبش اون را بد بیند، به دلش اون کاری پست و کاری رذیل اون شخصی گناهکار را بد بیند. اگر مسلمان هر جا که یک کاری منکر و کاری فحشا را که دید، کوشش بکند که به یک راه و به یک وسیله به اون انسان بفهماند که این کاری تو گناه است، این کاری تو خطا است. زیرا که وقتی که مصیبت آمد، وقتی که عذاب آمد، اگر انسان‌های میدانستگی این کاری بد را منع نکردند، الله همه آنها را هلاک می‌گرداند. و انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب. الله ذوالجلال در این آیه فرمود که و ما نجات دادیم آن انسان‌های را که بنده ها را از کار حرام، از کار گناه منع می‌کردند و آنهایی که در گناه و معصیت غوطه‌ور شده بودند، آنها را به عذاب گرفتار کردیم. ان الدنیا حلوة خضرة و ان الله مستخلفكم فيها فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء. دنیا چقدر سرسبز و شیرین است و الله بنده ها را، انسان ها را جانشین گذاشته است در روی زمین که از پی یکدیگر در زمین زندگی می کنند. پس الله به ما بندگان نگاه می کند که چه خیل عمل می کنیم. آیا به فرموده های الله عمل می کنیم یا که منع کرده های الله را مرتکب می شویم؟ پس گفتن از دنیا، از فتنه دنیا، از گرفتار شدن در هلاک کننده های دنیا پرهیز کنید، برحذر باشید. و از فتنه زنها و از مکر زنها و از شهوتی که شما را به هلاکت میبرد پرهیز کنید، احتیاط کنید. زیرا اولین فتنه که در بنی اسرائیل سر زد این از زنها بود. امروز در تمام شبکه های اجتماعی داخل میشوی، از فیسبوک شروع کرده به یوتیوب، به دیگر شبکه ها، در همه جا فسق و فساد، همه فحش و فاحشگی تمام در اوج بالا است. تمام جوان پسران، جوان دختران، تمام اکثر انسان ها در شهوت گرفتار شده، دیگر کنترل خود را از دست داده اند. این از فتنه‌ای که امروز در بالای مردم مسلمان آمده است. اگر ما به هر راه و وسیله به سخنهای حق، به امر معروف، به سخنهای نیک، به ترس دادن به آیات الهی، به عذاب الهی اگر گپ نزنیم، اگر به جوانها نرسانیم، فردا همه ما یک جایه شاید که هلاک شویم، در عذاب الله گرفتار شویم. واتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله با پیغمبرش قصه میکند که با مؤمنان بگو قصه بلعم باعورا را که ما آیتهای خود را بر او دادیم، علم زیاد عطا کردیم، لیکن او شیطان را پیروی کرد و اون را الله به یک سگ تشبیه داد که در همه حالت زبانش از دهان بیرون است. بلعم کی بود؟ بلعم باعورا یکی از علمای بنی اسرائیل بود که به یک روایت تورات را در نزد موسی علیه السلام حفظ کرده بود. چقدر علم زیاد داشت. به یک روایت عالمترین شخص در بنی اسرائیل دانسته می شد که تا 40,000 و 50,000 نفر در نزد او درس می خواندند. و هنگامی که موسی علیه السلام بلعام را فرستاد به سوی اهل مدین، یک شهر بود به نام مدین، به سوی اهل مدین فرستاد، گفت که رفته اون قوم را به سوی توحید، به سوی شناختن الله دعوت کند. وقتی که بلعام به شهر مدین رسید، خبر موسی علیه السلام را به اون قوم رساند. پادشاه اون شهر گفت ای بلعام، تو چی کار میکنی؟ بگذار از دین موسی علیه السلام بیرون شو، به ما بپیوند، ما به تو تمامی پول و مال و ثروت و منصب میخواهی، بهترین دخترانی اهل مدین را به تو بزنی میدهیم، دین موسی علیه السلام را ترک کن. و بلعام گفت من در این مصلحت شما یک فکر کنم. وقتی که در خرش سوار شد به طرف قفا بازگشت، در راه شیطان به او وسوسه کرد و او را مغرور ساخت و اون هم به مصلحت اهل مدین راضی شد. وقتی که آمد به نزد آنها، بعد از اون موسی علیه السلام با قوم بنی اسرائیل آمدند به خاطر مردم مدین را دعوت کردند به سوی توحید. وقتی که دیدند که موسی علیه السلام با مردم زیاد، با لشکر زیاد به طرف آنها می آید، گفتند ای بلعام، تو یک کار بکن که به ضد موسی علیه السلام دعا کن، دعای بد کن. و گفت وای بر شما، من چه خیر بر ضد پیغمبر دعا میکنم؟ بلعام یکی از اون خصوصیت هایی که الله به او عطا کرده بود، این قبول شدن دعایش بود. دعا میکرد، دعایش زود قبول میشد در نزد الله. و اون را فریفته کردند و بالای کوه برآمد، خواست بر ضد موسی علیه السلام و قومش بنی اسرائیل دعا کند. هر وقتی که بر ضد موسی علیه السلام دعا میکرد، الله زبانش را بر قوم اهل مدین میگرداند که دعای بد را در اونها میکرد. و هر وقتی که به اهل مدین دعای خیر و برکت میکرد، الله زبانش را به سوی موسی علیه السلام و قومش میگرداند که دعای خیر به اینها میآمد. و در این هنگام زبانش از دهان بیرون شد تا پیش سینه پایان خمید و گفتند چی کار میکنی؟ گفت اکنون دیگر من هلاک میشوم، دیگر من دنیا و آخرتم را از دست دادم. شما یک کار کنید که فقط دختران و زنهایتان را لباسهای زیبا پوشانیده، خوشبوی معطر ساخته در نزد قوم بنی اسرائیل پیشنهاد کرده بیرون براره. وقتی که آنها زنها و دختران را دیده مرتکب زنا می شوند و الله آنها را هلاک می گرداند. و اینها هم همان طور انجام دادند. تمام زن و دختران را گرفته در پیش قوم بنی اسرائیل برآوردند و آنها به هر یک اینها به زنا مرتکب شدند و الله بر اون قوم طاعون را فرستاد. طاعون یعنی وبا،
یک وبای را الله بر بالای این قومی که مرتکب زنا شدند فرستاد و به یک روایت از قوم بنی اسرائیل 70,000 نفر هلاک شدند. در آخر به تمام جوان پسران و جوان دختران گفتنی هستم که در هر کجایی که هستید همیشه با یاد الله باشید، از این فحش و منکرات، از این زنا و از این کارهای حرام دست بکشید تا اینکه ما و شما یک جایه در این گناه شما هلاک نشویم. همیشه با توبه و استغفار، با ذکر و تسبیح، با نماز و روزه، با عملهای صالح در یاد الله باشید. الله از راه حلال برای ما و شما میرساند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.